شماره پرونده 4587، مظنونی که میشه گفت با آمدنش دنیای دیسی رو به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد. درباره ارو صحبت میکنیم، سریالی طولانی که با آمدنش مسیر جدیدی رو برای ابرقهرمان‌های تلویزیون دیسی ساختش. چرا ارو اینقدر خاصه؟ چون برخلاف بقیه ابرقهرمان‌های دیسی که قدرت‌های ماورالطبیعه دارن، الیور کوین قدرتش رو از اشتباهات و آدم‌های اطرافش میگیره. قهرمانی خاکستری که اگر من بخوام بین اون و بتمن سینما دست روی یکیشون بذارم، به احتمال زیاد اون رو انتخاب کنم. به فیلم خوش اومدید. او با تاریکی هم پیمان شد، نه برای اینکه بخشی از آن باشد، بلکه برای اینکه روشنایی را به شهری بازگرداند که در سایه ها غرق شده بود. الیور کوین، کمانداری که از خود جهنم بازگشت. این سریال داستان الیور کوین رو روایت میکنه، یک پسر میلیاردر و خوشگذرون که بعد از غرق شدن کشتی پدرش در جزیره دورافتاده به اسم لیانیو در شمال چین گیر میافته و با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. الیور در سال 2012 با یک کمان و یک لیست از فاسدین شهرش به استارلینگ سیتی برمیگرده تا عدالت رو با دستای خودش اجرا بکنه. این سریال در 8 فصل و 170 قسمت در شبکه CW پخش شد که از طرفدارای این سریال نمره قابل قبول 7.5 از 10 رو گرفت که به نظرم برای سریال 170 قسمتی میتونه نمره قابل قبولی باشه، هرچند که در بعضی از فصلاش افت و خیز شدیدی داشتیم که در ادامه بهشون میرسیم. خیلی هم میگن بزرگترین افتخار سریال ارو دیده شدنش بوده، اما بزرگترین میراث این سریال به وجود آمدن اروورس بوده. قبل از ارو دنیای مشترک ابرقهرمانی فقط برای سینما و دنیای مارول دیدش، اما شبکه CW با سریال ارو یک دنیای تلویزیونی خیلی بزرگ و به هم پیوسته ساختش. حالا کلاً اروورس چیه؟ یک دنیای تلویزیونی مشترک بین تمام ابرقهرمان‌های دیسی که کنار همدیگه جمع می‌شدن و دنیا رو نجات می‌دادن. حالا که درباره اروورس صحبت کردیم، بد نیست راجع به ابرقهرمان‌های تلویزیونی این دنیا که از دل ارو متولد شدن صحبت کنیم. معروف‌ترین هاشون بری آلن، سارا لنس و بت‌وومن هستن که معروف‌ترینش همون بری آلن یا فلش هستش که در فصل دوم ارو به عنوان یک کالبد شکاف ساده خودشون نشون داد و بعد از خوردن سایقه سریال مستقل دی فلش ساخته شد. جذابیت الیور به ثباتش نیست، به تغییراتشه. ما در طول این سریال 3 فاز از شخصیت الیور رو میگیم. فاز اول که فاز مورد علاقه منه، یک پارتیزان تاریک و بیرحم که برای رسیدن به هدفش آدم میکشه. در فاز دوم تحولات کم کم شکل میده. الیور سعی میکنه بین آدم کشتن و قهرمان بودن یک مرزی بکشه و در همین بین شروع به تشکیل دادن تیم ارو میکنه و در فاز آخر اون از یک شورشی فراری تبدیل میشه به یک شخصی که برای نجات دادن کل یونیورس حاضر فدا کردن جون خودش میشه. بزرگترین جنگ ها در میدان نبرد رخ نمیدهند. آنها در تاریک ترین گوشه های روح یک انسان شکل می گیرند. جایی که مرز بین نجات دهنده و قاتل برای همیشه محو می شود. بتمن مناطق محروم
یا کپی بتمن. القابی که به ارو میگم. بیراه نیستش، شباهتایی که دارن غیر قابل انکاره. هر دو میلیاردرهای یتیم هستن و در یک غار زیرزمینی تمرین میکنن. حتی لحن الیور کوین الهام گرفته از شخصیت بتمن سگانه کریستوفر نولان هستش. اما ارو یک تفاوت بنیادی با بتمن داره. تکامل اخلاقی. بتمن از همون روز اول یک قانون سفت و سخت داشت. من کسی رو نمیکشم. قانونی که میشه گفت در کل فیلم ها و سریال های مرتبط با بتمن بدون تغییر باقی مونده. اما الیور کوین با یک لیست از فاسدین شهرش برگشت و بدون معطلی همشون رو کشت. چالش اصلی الیور این بود که از یک قاتل خونسرد تبدیل به یک ابرقهرمان با پرستیژ بتمن بشه. این کشمکش درونی الیور و اشتباهاتی که مرتکب میشد اون رو بسیار واقعی‌تر از بتمن بی‌نقص و همیشه پیروز سینما میکرد. You don't know what kind of man I am. You need to forgive yourself for your sins. یکی از نقاط قوت این سریال دشمنای الیور بودن. یکی از محبوب ترین و خفن ترینشون از نظر همه طرفدارای گرین ارو اسلید ویلسونه. اسلید یکی از صمیمی‌ترین دوستاش داخل جزیره بودش که توسط سرون میراکورو تغییر کرد. محبوبیت این ویلن به خاطر این بود که خود اسلید چندین بار جون الیور رو نجات داده بود و حتی به عنوان برادر بزرگترش در کنارش بود. اما چون تحت تاثیر همین دارویی بود که گفتیم، نه تنها به بزرگترین دشمن ارو تبدیل شد، به یکی از بزرگترین ویلن ها در دنیای دیسی، حتی در سری فیلم های بتمن تبدیل شد. مالکوم مردین، معروف به دارک آرچر. او در واقع نسخه تاریکتر و به نوعی پدر الیور بود. کسی که با برنامه ریزی خراب کردن یک محله فقیرنشین جرقه تمام این ماجرا رو زد. و برسیم به جذابترین ویلنش، راسل غول، رهبر لیگ سایه ها، که به معنی سر شیطان میشه. حتی در سگانه معروف بتمن هم راسل غول نقش مهمی رو ایفا کرد. حتی در برخی از کمیک های بتمن راسل غول مربی مشترک بتمن و ارو بوده. داستان الیور کوین با یک فداکاری بزرگ تموم شد. او داخل یک کراسوور بزرگ برای نجات دادن کل مولتیورس و تمام کسانی که دوستشون داشت جان خودش رو فدا میکنه و تبدیل به یک فرد کیهانی به نام اسپکتر میشه و با مرگش تبدیل به یک قهرمان واقعی برای کل دنیای دیسی میشه. او یک خدا نبود. او فقط انسانی بود که یاد گرفت چطور برای نجات دیگران از همه چیز بگذرد. و این دقیقاً همون مرزیه که یک قهرمان رو به یک افسانه تبدیل میکنه. سریال ارو برای من رتبه اول محبوب ترین سریال ابرقهرمانی رو برای من داره. اما اگه بخوایم واقع بین باشیم، از فصل 4 که جادی جنبل وارد این سریال شد و ویلنی مثل دیمین دارک اومد، اون حال و هوای پارتیزانی و اتمسفر خیابونی سریال گرفته شد و این تنها مشکلش نبودش. و رابطه فلیسیتی و الیور کوین که معروف اولیسیتی هم بود تماما جان این سریال رو تغییر داد و به یک خال زنک بازی عاشقانه لوس تبدیل کرد و تمرکز این سریال رو از یک اکشن کمانداری برداشت. Two superheroes right there. But now the flywheels, and this is a tough one. Nick Swisher and Ashton Eaton were the only celebrities to get through this on their first attempt. Got it!
استیون امل بازیگر نقش ارو میشه گفت یک نینجای واقعیه. استیون تمام نقشای بدلکاری رو خودش انجام میداد. امل اینقدر آمادگی بدنیش بالا بود که بعدها در مسابقه معروف امریکن نینجا واریر شرکت کرد که یکی از سخت‌ترین مسابقات آمادگی جسمانی دنیاست. موفق شد تمام مراحل رو پشت سر بذاره و نفر اول بشه. یکی دیگه از جذاب‌ترین سکانس‌های این سریال نردبون سالمون بود که الیور کوین حین گرم کردن داشون حرکت رو میزد و وقتی کارگردان این صحنه رو دید درجا به فیلمبردار گفت دوربین رو روشن کنن و شروع به ضبط کردن این صحنه بکنن و بعدها تبدیل به یکی از قشنگترین نمادها برای این سریال شدش. عمارت با شکوه کوین براتون آشنا نیست؟ حق دارید. این عمارت تاریخی در واقع همون قلعه هاتلی در خود کاناداست که در فیلم‌های مردان ایکس به عنوان خانه چارلز اگزاویر و در سریال اسمال ویل به عنوان خونه لکس لوتر بارها دیده شد. Morning 4587. Beautiful day. Lights out! همونطور که گفتیم این سریال افت و خیس‌های شدیدی داشت. به خاطر همین اگه بخوام بهش نمره بدم برای فصل 1 و 2 که به نظر من خیلی بی‌نقص و شاهکار بود نمره 9.5 از 10 رو میدم. فصل سوم میتونه نمره 7 از 10 رو بگیره. شروع خوب با راسول اما پایان ضعیف. و اما فصل چهارم یکی از ضعیف‌ترین بخش‌های این سریال که با ورود جادو جنبله کشش عاشقی الیور و فیلیسیتی به نظرم نمره 5 از 10 رو باید بهش بدم. فصل پنجم بازگشتی با شکوه با یک ویلن خوب به نام پرومتئوس که به نظرم میتونه نمره 8.5 از 10 رو بگیره و به نظرم نمره 6.5 برای فصل‌های 6 و 7 قابل قبول میتونه باشه به خاطر فراز و نشیب‌هایی که داشتش. و در نهایت فصل آخر فصل 8 این سریال که نمره 8 از 10 رو میگیره به خاطر پایان محترمانه‌ای که برای این قهرمان در نظر گرفته بود. اگه شما هم سریال بین باشید و معتاد یه سریال بشید قطعا بعد از اتمام اون سریال به دنبال سریال های مشابه اون میرید. پس اگه ارو رو دیدید و ازش خوشتون اومد میتونید این سریال ها رو تماشا کنید. اولین شخصیتی که بخوام معرفی کنم دردویل هستش از سریال های دنیای مارول که کاملا یک اتمسفر خیابانی مثل ارو داره که هر دوشون با درد دست و پنجه نرم می‌کنن. فرانک کاسل یا پانیشر خودم اون به نظرم خیلی شبیه گرین ارو هستش. مدام داره با خودش میجنگه و هیچ حد و مرزی نداره. اگه از فصل 1 و 2 ارو خیلی خوشتون بیاد میتونید دو فصل بی‌نقص سریال پانیشر رو نگاه کنید. و سومین سریال از دل خود دیسی میاد، سریال گاتهام. کمی بتمن طور که در خیابان‌ها جریان داره و خیلی ما رو یاد خود الیور میندازه. امیدوارم که لذت برده باشید از دیدن این ویدیو. امیدوارم اگه وقت داشتید این سریال رو ببینید و ازش لذت ببرید. اینجا فرنوست و دد بود.